سلام به همگی. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به یه سوال خیلی قدیمی، اما از یه زاویه کاملا جدید و غافلگیر کننده. آماده این که با هم بریم سراغ ذهن یه فیلسوف خیلی بزرگ؟ خب به نظرتون بزرگترین هنر یا صنعت بشر چیه؟ یعنی اگه ازتون بپرسن چی به ذهنتون میاد؟ شاید بگین معماری‌های خفن یا مثلا موسیقی‌های جاودانه یا شاید هم عجایب مهندسی. همشون هم جوابای منطقیه، درسته. اما این سوالیه که قرن‌هاست ذهن بزرگترین متفکرای تاریخ رو درگیر خودش کرده. فیلسوفی که می‌خوایم در موردش رفع بزنیم کسی نیست جز ناصر خسرو، یه فیلسوف ایرانی قرن 11 که توی کتاب خون و لخوان یه استدلال فوق‌العاده جالب و عجیب رو مطرح میکنه. استدلالی که جایگاه یکی از هنرهای بشری رو کلاً زیر و رو میکنه. بیاین با هم قدم به قدم این استدلال رو باز کنیم ببینیم به کجا میرسیم. خب، برای اینکه استدلالش رو بسازه، ناصر خسرو از یه جای خیلی پایه‌ای شروع میکنه. یعنی اول از همه میره سراغ این سوال که اصلاً روح ما چطوری چیز یاد میگیره؟ دروازه‌های شناخت ما کدوما هستن؟ ناصر خسرو میگه جواب خیلی ساده است. کلاً 2 تا راه اصلی وجود داره که دانش به روح ما میرسه. یکی گوشه که باهاش کلام رو میشنویم و اون یکی چشمه که نوشتار رو باهاش میبینیم. همین تقسیم بندی به ظاهر ساده در واقع سنگ بنای یه استدلال خیلی قدرتمند و عجیبه که جلوتر میبینیم. خب، حالا میرسیم به نکته اصلی. ناصر خسرو میگه بین این 2 تا راه یه فرق خیلی عمیق هست. استدلالش اینه که گوش یه جورای گیرنده منفعالتریه. اما تفاوت اصلی اصلاً این نیست. نکته اینجاست. شنوایی یه چیزیه که بین ما آدما و خیلی از حیونا مشترکه. درسته؟ ولی نوشتن به قول خود ناصر خسرو یه صنعته، یه مهارته که فقط مال انسانه و دقیقاً همینجاست که اولین جرقه برتری زده میشه. و اینجاست که ناصر خسرو اولین ادعای بزرگش رو مطرح میکنه. با این تفاوتی که پیدا کرد، یه سلسله مراتب کاملا جدید از شرافت و افتخار میسازه. این ادعا واقعاً جسورانه است، نه؟ یعنی خیلی راحت میگه اونایی که میتونن بخونن و بنویسن از اونایی که فقط میتونن بشنون شریفتر هستن. ولی چرا؟ منطق پشت این حرف چیه؟ ببینید، منطق اولیش بر اساس خاص بودن و انحصاری بودن نوشتنه. میگه نوشتن یه مهارت تخصصیه که فقط بعضی از آدما دارن. ولی شنیدن چی؟ شنیدن یه حسیه که ما با حیونا هم مشترکیم توش. پس چون نوشتن یه توانایی خاص انسانیه که حتی همه آدما هم بلدش نیستن، اونایی که این هنر رو دارن یه جایگاه خیلی ویژه و بالاتری پیدا میکنن. خب، حالا میرسیم به قلب استدلال ناصر خسرو. برای اینکه حرفش رو ثابت کنه، یه آزمایش فکری خیلی هوشمندانه و یکم عجیب طراحی میکنه. واقعا شبیه یه معماست. بیایم ببینیم میتونیم با هم حلش کنیم؟ اول از همه این زنجیره رو در نظر بگیریم. پایه همه چیز حیوانه. بعد انسان میاد که یه نوع خاصی از حیوانه و در نهایت نویسنده که یه نوع خاصی از انسانه. این ساختار پله پله‌ای برای فهمیدن ادامه منطق ناصر خسرو خیلی مهمه. خب اینم قسمت اول آزمایش فکری. فرض کنین یه دکمه داریم که باهاش میتونیم کل مفهوم حیوان رو از دنیا حذف کنیم. به نظرتون چه اتفاقی برای انسان میفته؟ جوابش واضحه، نه؟ انسان هم ناپدید میشه. چرا؟ چون هر انسانی قبل از هر چیز دیگه‌ای یک حیوانه. شما نمیتونی کل دسته رو حذف کنی ولی یه عضو از اون دسته رو نگه داری. وجود انسان به وجود حیوان گره خورده. تا اینجاش که منطقیه، درسته؟ حله. حالا بیایم همین منطق رو یه پله ببریم بالاتر. این دفعه فرض کنین مفهوم انسان رو از دنیا حذف می‌کنیم. چه بلایی سر نویسنده میاد؟ فکر کنم جوابش رو دیگه حدس زدین. و حالا میرسیم به نتیجه‌گیری فوق‌العاده این آزمایش فکری. اینجاست که ناصر خسرو اون پیچش فلسفی آخر رو میکنه و کل استدلالش رو به هم وصل میکنه. خب، این وابستگی منطقی یه نتیجه‌گیری زمانی هم داره. یعنی چی؟ یعنی اگه وجود نویسنده به وجود انسان بستگی داره، پس نویسنده باید بعد از انسان به وجود اومده باشه. منطقیه دیگه. اول باید انسان باشه، بعد بعضی از اون آدما نویسنده بشن. و اینجاست
که شاه کلید کل این ماجرا رو میشه و هر چه اندر بودش باز پستر از و به شرف بیشتر است. این یه اصل فلسفی خیلی قدرتمنده. ناصر خسرو داره میگه توی نردمون هستی هر چیزی که دیرتر به وجود میاد شریفتر و کاملتر هم هست. و اینجوریه که همه چیز مثل قطعات پازل کنار هم قرار میگیره. ببینید چقدر قشنگه. همونطوری که انسان چون بعد از حیوانیت ساده به وجود اومده و پیچیده تره، از حیوانات شریف تره، نویسنده هم چون هنرش بعد از انسانیت معمولی به وجود اومده، از بقیه انسانها شریفتر و برتره. یه استدلال واقعا زیبا و هوشمندانه، مگه نه؟ اما نکته جالب اینجاست که این نگاهی که نوشتار رو انقدر بالا میبره توی کل تاریخ فلسفه یه چیز ثابت نبوده اصلاً. بیان این ایده رو بذاریم کنار. نظر یکی از معروفترین فیلسوفای غرب تا ببینیم چقدر دنیاهاشون با هم فرق داره. یه طرف ماجرا ناصر خسروه که میگه نوشتار تاج سر همه هنرهاست. طرف دیگه کیه؟ افلاطون، حدود 1400 سال قبل از ناصر خسرو. افلاطون توی رساله فایدروس دقیقاً برعکس اینو میگه. از نظر اون، نوشتار فقط یک کپی بیروح از حرف زدن زنده است. نگران بود که اگه آدما به نوشتن تکیه کنن، حافظه‌شون ضعیف میشه و دیگه اون گفتگوی واقعی و پرسش و پاسخ که به نظرش تنها راه رسیدن به حقیقت بود، از بین میره. این یه دوئل فکری واقعاً شگفت‌انگیزه در طول تاریخ. خب این تقابل فکری بین ناصر خسرو و افلاطون واقعا آدمو به فکر فرو میبره، نه؟ قبل از اینکه ببینیم این بحث قدیمی چطوری پاش به دنیای امروز ما باز شده، یه خواهش کوچیک دارم. سلام دوستان، اگه از ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو برامون بنویسید. حمایت شما باعث میشه بتونیم ویدیوهای بهتری براتون بسازیم. مرسی از همراهیتون. مخصوصا خیلی دوست دارم بدونم نظر شما چیه. شما با ناصر خسرو موافقین یا با افلاطون؟ ببینید، این دعوای قدیمی بین افلاطون و ناصر خسرو یه بحث خاک خورده تاریخی نیست. اصلاً این جنگ بین قدرت کلام زنده و کلام نوشته شده همین امروز داره توی قلب دنیای دیجیتال ما اتفاق میفته. مثلا به نظرتون یه پادکست تاثیرش بیشتره یا یه مقاله عمیق؟ این دقیقاً همون سوال قدیمیه، فقط با یه لباس جدید. خب با همه این حرفا بیاین این بحث 1000 ساله رو بکشونیم به زمان حال خودمون و ببینیم استدلال ناصر خسرو امروز چه معنی میتونه داشته باشه. پس بیایم یه بار دیگه خیلی سریع این مسیر منطقی قشنگ رو با هم مرور کنیم. از 2 تا در شناخت، یعنی چشم و گوش، شروع کردیم، بعد رسیدیم به اون زنجیره وجود، حیوان، بعد انسان، بعد نویسنده. و در نهایت با اون اصل کلیدی که میگفت هرچی دیرتر بیاد شریفتره، به این نتیجه فوق‌العاده رسیدیم که هنر نویسندگی تاج افتخار بشریته. و همه اینا ما رو میرسونه به سوال آخر، سوال امروز. کل استدلال ناصر خسرو روی این بود که نوشتن یه هنر فقط انسانیه. اما امروز چی؟ توی دنیایی که هوش مصنوعی میتونه متن‌هایی بنویسه که ما اصلا نمیتونیم از نوشته ی آدم تشخیص بدیم، تعریف نویسنده چی میشه؟ و اگه این هنر دیگه فقط مال ما آدما نباشه، اون شرف و افتخاری که ناصر خسرو این همه ازش حرف میزد چی میشه؟ این سوالیه که دوست دارم شما بهش فکر کنید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید.